اگر سویچ این ماشینا بسته بشه کار این مملکت به اسفل و سافلین میرسه. کار رسوندین به استخون. ماهی 5 میلیون یه راننده بیاد پول بیمه بده. حمل و نقل رو باید دولت حمایت کنه، راننده رو باید حمایت کنه. این داداش من باید بیاد پشت این ماشین من بشینه بره بیاد یه لقمه نون من بخورم. آهن که به من نون نمیده. یه کاری کردن بین مالک راننده جنگه. راننده وقتی کارت به استخونش رسید کارایی میکنه که نباید بکنه. علیرغم میل باطنی کمترین کارش اینه که چرنگ میزنه تو باک گازوئیل میفروشه. اونم عین من آدمه، اونم عین من میخوابه، عین من میخوره، عین من خانواده داره. والا من به شخصه به عنوان یه مالک شرمنده یه راننده‌ام. خجالت یه راننده رو میکشم. ایشون جوونیشو میاد برای من میذاره. من آهن میذارم این عمر میذاره. عمر بر نمیگرده ولی هیچ آهنی نخورده صاف نشه. بنده که پیش شما وایسادم